اسم محمد قادری روزنامه وان شروع وکاره ل طهران gelmeye. برس قادری سپیدات باش به. ایدی در انجام گوتوبیجن افریقای ایروین ایران امریکا بدید ناتا دی چابه. بسم الله الرحمن الرحیم. من ناو سلام خوده میکنم خدمت شما صلاف لوابن جناب حاکم و همه که بینندگان هکار محترم و شبکه کردستان بینرن 24. تلویزیون کردستان 24 ببینید، نکته که در این رابطه باید بهش اشاره خالا بکنم این گود هست دوی که آماجه به پی هر کرن حال سروی بابتی تلقی جمهوری اسلامی ایران این هست که ادیدا ایالات جمهوری اسلامی متحده به اوه کو دلیل اینکه امریکا ناتوان بود از بسده من ضربه کو زدن به جمهوری لاواز بو اسلامی ایران و لیدان لجمهوری ملت اسلامی ایران در ایرانی و مقطع جنگ لگل دوازده ایرانی روزه و بعد هم در لشر همون 12 طول روزی ماه اون سناریویی که لوی اونها طراحی دمی کرده بودن او به وقوع سیناریو نپیوست. الان کوان در این دانا مقطع بو اونها لوی مجددا دمی بحث مذاکره رو مطرح کردن. البته ایران از ابتدا بابت دانوستاندن اینا همواره گوره ایران ل دست برای پیکیز جی مذاکره بود، اما متاسفانه در مذاکرات قبلی در میانه ل مذاکرات اونها دانوستاندن حمله بره کردن به وان ایران. هیرش گیرن در شرایط کنونی به ل نظر میرسه نها که جی تی چاوره بحث‌ها کرن برای کو یک در واقع روش مذاکرات بو گتو فراهم بیجان شد، اما چه بویا اگر لیم اگر امریکایی ها اون اگر پیش‌شرط‌هایی رو امریکا که شرط وان تعیین پیش کرده مرجان فراموش بکنن، چون اون پیش‌شرط‌ها اساساً بیننا مورد پذیرش ایران دناف نیست. بابتی دا بخصوص اوه به بحث دل ایرانی نینه در به واقع تایبت تحویل مواد غنی‌سازی شده یا بابت این تایبت غنی‌سازی به صفر در داخل کشور پیتاندنا یا بحث یورانیومی موشک‌ها، ایران یانکو پرسا پذیرش ایران نیست. موشکی از طرف ایران فقط مذاکره با موضوع هسته‌ای، آلی اونم ایران پشتیبانی تن از طرف و به رفع بابت این تحریم‌ها اتمی برداشت پیدا می‌کنه. این گرنگه صورت بعید هست حتی با وجود نشست امروز که دیگل دقایق دیگر در مسقط دیگل است، وقتو بیجن کو حتی او بدون رو نشست پشتی که یک دمکدن پیشنهاد پریوه محسوب میشه، بچن اگر جبو ایرانی امریکایی وکو ها از پیش این پیشنهاد مرجن خودشون عقب نشینی نکنند، جبروی که اگر در امریکا بین پاشکشی ایران به نگل و نتیجه برسه. پیش مرجان اره. اوه باور ناکم کو انجام هبن کواتا شرط هر دو آریان دجی هفدونه. بدید ناتا ایران و شرط امریکا قبول کرد و که تا گوتی شرط گرانن. اگر قبول نکردی چی بید؟ ببینید، عرضم این هست که به نظر میرسه رأی من اوه امریکا کو چاورتی کرن در شرایطی که امریکا الان این بحث ت مذاکرات پیش روشن میشه ها دا کو پیشرفت‌هایی گتوبش گذاشته، اینانا اما این پیش پیشرفت‌ها مرجان برای اینا یک به لی اف پیش نظرم مرجع فشار و عملیات وکو روانی فشار کو توامان هست برای اپراسیون که اخذ درونیه امتیاز بیشتر لسر قبل ایران از شروع مذاکرات. جبر کو دخوازه طبیعتا هند ایران امتیاز اونها و رو نخواهد پذیرفت. دست کفتن امریکا پیش هم این وقت رو بدز بینی میدونه، ایران اما جیوه پسن در واقع ناکه داره یک فضا امریکا جیوه سازی دزانه صورت لی میگیره. تن اگر امریکایی دویتن ها فشار که واقعا درونی چه به بکه دنبال یک اگر مذاکره امریکا باشند، لدوف گوتو بیجا قاعدتا که نباید این پیشرط‌ها رو بذارن. تندرسته نابی علت وان این پیش هست که مرجع در دابنه مقطع کنونی رأی من امریکایی اوه ها کو چاره ای جز تنهادا در واقع ورود به امریکای مذاکرات چه ندارن. چاره عرض کردم سری اونها در جنگ جبلی مستحکم نظامی دانوستاندنا ناتوان بودن نینه و نتونستن جبر کو اهداف اول خودشون رو محقق بکنن. در شبه اپراسیون کودتای سربازی اونها هم سرکتی نبون نتونستن لوا اتفاقی رو رقم بزنن. بنابراین کودتایا مها طبیعی نیست بریز جی موضوع کل مذاکره ایران رو چه پیش بو بکشن. سرکفتی این نبون پیشرط جبر ها وی هست که که ایران او وان قطعا پیش مرجع پذیرفته نیست. دادنن قطعا اینو من ایران به شما جیوه قطعی بگم، بگومان یعنی به قبول هیچ نانکا وجهی ایران این پیشرط ها رو نخواهد پذیرفت و اس این پش راسم آمریکا که هست ایران که با یا پیش باید مرجع قبول عقب ناکه نشینی بکنه جبروی که یا در هر امریکا صورت ممکنه تبیا میز مذاکره رو بخواد پاشکشی طرح بکه بکنه. لوا اما پیش به مرجن خو نظر ما یانجی گفتگوام چاره داوی جز بینین روند نداره. برأی ما بعید هم هست که اونها امریکای بخوان هیچ مجددا چاره لپیش تحلیل نینه نظامی جدا صورت کو بدن، و چون پیش مرجع تجربه اونها بباته نشون میده که لوا پاسخ پیش ایران در مرگا واقع پاسخ پاشکشی بکه محکمی خواهد. ولی اگر برس نه برسوا قادری ایران بهیست اوه پیتری 40 سالانه دانوستاندنین امریکا و ایران هنه حتی وگا و حتی نها چه در انجام وان دانوستاندن نبویه و جاره امریکا هیچ جیکم که گل دی جیران گفن هزی دخوبویه کم جار به وی آوای برفره که حتی دو طرفش چاد بینی گل
ببینید خب طبیعی است وقتی gelek یک normal کشوری dema مثل ku ایالات welateke weko متحده Amerika اساسا نگاهش به تبنره ملت دا ایران یک نگاه از بالا دیدا به و پایین لسر بوده گل و ایران دیدا که همواره به دنبال رفع سر بخواره مسئله یا بوا حل و یک مسئله لدویف نبوده چاره امریکایی سریا ها بابتی همواره نبوا به دنبال امریکا مدیریت هرگاف کردن فضا و دخوازه کنترل ایران بودن کنترول اونها روشا هیچگاه به ایران دنبال بکه یک او مذاکره برای تجاران حل یک لدویف مسئله چاره نبودن سریه نبوا اگر که این گتو موضوع رو اونها بجاندین میپذیرفتن در روژاوی همون مقطع اگر برجام مرما و مرما که تندروز که باید ایران با 5 لوی برنامه دما مذاکره گتو میکرد بیجن اونها دیگه برجام نیاز نبود که مجددا ریکفتن سال تحریم وضع 2015 بکنن یا او آقای تویا ترامپ در بردوان بان دوره گذشته برجام رو پاره بکنه که که بنابراین امریکایی ها نه دونالد تنها از ترامپ وی موضع دمی او برابر تا الان ریکفتن با ایرانی ها صحبت دراند نکردن جبروی که بلکه هیچگاه به امریکا اون تعهدات خودشون هم تو پایبند جاران نبودن لسر در مقطع ریکفتن کنونی و هم به دانستانین نظر بری جی ما پابند نبونه اونها از برای سر من در نهاجی واقع ناتوانی در امریکا تحقق اهداف خودشون کل در بری عرصه لسر بابت نظامی این خود سرکفتی الان مجددا نبونه بحث بتایبت مذاکره رو پیش کشیدن اگر اونها ل قدرت و بابت توانمندی ضربه زدن ایران سربازی از فضای جبروی نظامی که رو داشتن شما نها مطمئن باشید که فشار اونها به ما درونی حمله چید که میکردن اساسا بحث مذاکره جبروی رو که پیش اگر او نمیکشیدن دبره دا اونها سرکفتی وقتی بانه نها هرش سر مذاکره ایران کرد دکرو چه پرسا مطمئن گوتو شدن بجنت ایران اینا قدرت روژاوید پاسخگویی با اونها رو داره چون برای ترامپ جبروی که فقط ایران جنگ این است که ایران یک محدود هزا بشه و کم برسفدان سربازی هزینه هیا الان اونها ترم جیوی مطمئنن که این دزانی جنگ نه محدوده او و نه دزانی هزینهش کمه کو وی جاری افشار شرکی سنوردار ولی نیه کواتا تزانی جبريس قادری لفي دفري فاکتور هزی دخواه یعنی امریکا هز گله کم کریه مازنترین کشتی گلیا سربازی امریکا نزدیکی ایرانیه بدید ناتا اگر شر رو بده گلو و راش کیوه برف کیوه بچید و ایران چه بکد ببینید برآورد من این هست که لیک دانا وقتی و من در واقع اوه یک دماکو کشوری مثل امریکا ولاتا که وکو امریکا آرایش نظامی خودش رو به گونه نقشه تغییر میده که سربازی خو با نیروها و آوی که تجهیزات خودش رو در دگوره کو دسترس هزین ما خو قرار میده در نزیک دسترس ایران موشک ها و دکه پهپادهای و ایران نزیک قرار موشک میده و این سیستم سربازی معنیش ایران دکه در و واقع بواتا آغاز وی یک کو حمله نیست دست پیکا بلکه معنیش بیشتر شرکینیه عملیات برو روانی برای واجی ترساندنه چکرنا اونها میدونن که اگر روشکا درونیه یار لدجی خودشون رو ایرانه یا نیروهای جبروی که خودشون او رو در دزانن کو اگر سین ما قرار هزین بدن خو در نزیک معرض موشک ها ایران قرار بکن بدن نزیک سیستم طبیعتا موشکی تلفات ایران هم بکن خساراتشون بیشتر بگمان و خواهد شد بنابراین ضررین زور برآورد بو من این امریکا هست که هبن منطق جبروی نظامی که حکم رأی میکنه من اگر طرف اوکو میخواد حمله بکنه آلیه نباید سربازی تجهیزات و حکم نیروی دکه انسانی خودش رو در کو معرض نابی او هزین خوی اصابت موشک ها و سربازی نزیکی پهپادهای ما سیستم قرار بده بنابراین موشکی طبیعی ها است که ایران اینها یک بکه عملیات جبروی که روانی است نورمال کو برای او ترساندن تنی و ایجاد اختلال در کارکی سامانه درونیه تصمیمگیری در لسر ایران ایران چیت کن بله لی سردم ترامپ حتی بگمان ولاتا یکی جی ادویجی جبو ایران گله خراب بود تدید امریکا لسردم ترامپ لرکفنا اتمی و کشا قاسم سلیمانی لبغداد کشت ایدیه و يعني د براكتيك جدا لدجي ايراني سياستك تند هي فرمنها روشا ايراني بسدما دور بيچن امريكا چاوا پریشان بويه بهای تیمن ایرانی چاوا با حکومت ترسیدار داکتیه که حتی تو نبینی گلو ترامپ ایدی سیاست اویتون دل برانبر ایرانی تاکتیک نینه ببینید ارزم این هست که بحث آخفتنا من در واقع اوه کو حمله بابت نظامی رو عرض کردم هیرشا وگرنه سربازی طبیعتا نه اگر نه تنها ترامپ زور نورمال هر نه تنی جمهور ترامپ دیگری هم در هر آمریکا سر باشه کماره چه که دی جمهوری‌خواه چه امریکا او دموکرات چه اگر در کماری به این یان مقطع دموکرات هر رئیس جمهور اگر دیگری تبی هم بود به دمی دا نظر من هر سر همین کماره رفتار که رو با دیم ایران بون و میکرد او رفتاری چرا وی با چون در نقطه بوچی تلاقی جبر کو قانونی قرار داریم دخالکا یک گرینگ اونها دایم تلقیشون این هست که لکدانا و ایران وان به اوه کمک کو و در ایران به کنار چند هفکاری قدرت هن دیگه در هیزندن حال بازسازی کار نظم جدید لسر بین‌المللی سیستم هستند خو و در منطقه برانبر غرب آسیا در کمالگان واقع دولتی دکا مانع لروش تحقق آوای اهداف امریکایی آسیا ها هستند کار طبیعی است لسر که اونها در این دجی امریکا شرایط با ما دکا دشمنی بکنند چون در نقطه تلاقی جبر وی که این امریکا دوتا نورمال کو گفتمان دجاتی یا ایران دوتا بکن رویکرد قرار داریم اف دو اونها اگر جمسریه اجازه دو بدن که لیک ایران دانوین از این جدانه مرحله
جبروی که اگر ایران لوی قناغه در باز ببه وکو هزکی لنافچه لطنشت هزندی وکو سیستم که نو لنافچه اندام به عنوان قدرت برتر نخواهند داشت. جبروی که امریکا نکاروی دمی هزکا به حزب لنافچه اف صدمکو او هر روشک یان هر بابت که بکارت این بفشار دجی ایرانه و هر تشتکی جی بکارت اینی کو وکو شر سربازی یان کو درونی لدجی ایران بکارتینن لی او داویه دا نه چارن کو پاشکشیه بکن جبر چه؟ جبر کو هزا ایرانه لنافچه هزکا رونه و ری نادد که امریکا بکات آرمانجا خو و ممکنه ضربات اقتصادی زیادی هم به ما بزنن و نورمال جکو دکاره ولی لی اشاره که آبورج تجاران بیگانه بی قدرنها گواش سر ایرانی نینه حتی ولات یکتیا اوروپا جی لهمبر سیاستای لهمبر سپای پازدارن ایران دیدید که حتی گلو اوه خوشی تا چند روشه کدنه ببینید متاسفانه کشورهای مخابن ولاتن اوروپی بیک و آیدار بن کو در انجام کاری وات شده به هن پنگاوا لدجی ایران ده ها ویژن آشکرای کو خوال بازنیا بریاردان سرطایی و بنما دوی روشه دا دور تیخن لدما رکبتنا برجام جی وان هم افکار کر براسی اگر وان داخوازن ایران جبجه کربان نها روش ندگشته وی دمی برای من اوروپیا هیچ اراده که خوانیه تن دستور و فرمان تل اویو و واشنطن جبجت کن او نراتی امریکا و اسرائیل دکن برای من اگر او هایدار بن دیگل رفتارین خواه که اگر باشی دیگل ایران و رفتاران بکن او روبروی و آریشان ندبون و دوی دمیده اگر وان سپا پازداران به تیرورس نناساند با توشی و آریشان ندبون جبروی که برجواندی خود خوی اوروپیان اوی بکوت مترسیه دا چل نافچه یان لآس نیف دولتی جیدا جبروی که لآس مافن مروف اوه باندوره که وصل سر ایران ناکه برو واجی اوی لدجی خواه و پنگا و باها بیشن بله جبروی که بیوندیت مجی وی تیگ بچن ولی برس آقای محمد قادری روزنامه‌وان شروع به کار پرسین استراتژیک و اول کاری لطهران گلمه بو خیلی ممنون گلک سپاس